در بخش مهمانخانه با شما هستیم. امروز با مناسبت روز جهانی سینما در کنار از اینکه موضوع برنامه رو در مورد سینما اختصاص دادیم، همچنان مهمان هم خواستیم امروز با برنامه که قرار است با ایشان صحبت‌هایی را داشته باشیم. مهمانان ما امروز 2 نفر هستند، یک خانم و یک آقا که آقای حامد احساس تهیه کننده و کارگردان فیلم هستند و فرشته دانشجو بازیگر یا هنرپیشه فیلم های افغانی. 2 تا جوان موفق امروز در عرصه سینما با خود داریم که من هر دو تایشان را خوش آمدید میگم. آقای احساس خوش آمدین و روز سینما به شما مبارک باشه. زنده باشین. سلام خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز، و روز هنر، روز سینما به همه هنرمندان مبارک. زنده باشین و به شما همچنان بانو دانشجو. قربانتان سلامت. من هم سلامای خدا نثار شما، همکاران تکنیکی و کسانی که همین اکنون بیننده برنامه صبح آرزو هستند. امیدوارم اینجور صحتمند و سر حال بوده باشین و روز سینما را به همه هنرپروران مبارک. زنده باشین. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین آقای حامد و فرشته خانم. میشه در آغاز بر ما بگوین که سال که 2020 است البته به دلیل ویروس کرونا خیلی از سینماها و جریان کارشان ادامه نداشت بلکه متوقف بود و شما ایره بگوین چون امروز روز جهانی است چی کارها در سینمای افغانستان صورت گرفته؟ خب این قسم سال 2020 یعنی همه مرض کرونا همگی را ضرر رساند. همچنان ما را هم قسم فیلم وزلم وقتی که ما تصویربرداری میکنیم تصویربرداری فعلا تمام میشد. گرچه فعلا تمام شده، یعنی تصویربرداری شما پلان ما بود که در 4 ماه تمام شود، اما به خاطر ویروس کرونا برای 7 ماه طول کشید و این قسم در جهان سینما چندین فیلم های هالیوود و بالیوود هستند که استاپ شد به خاطر این مرض کرونا بود. بله. و کار جدید شما فیلم وزلم است. بله، جدید وزلم است. فرشته جان میشه شما بگوین شما چی کارایی را انجام دادین؟ خب ما هم فعلا فیلم اوزلم را در دست گرفتیم و فیلم اوزلم هم دیگه بخیر تمام شده در کال. فقط منتظر یک آهنگش هستیم که کار آهنگ تمام شد. نقش مرکزی را خود شما دارین؟ بله، نقش مرکزی را خودم بازی میکنم. بسیار عالی. همچنان سوال دوم آقای احساس از شما است که این موضوع برنامه هم امروز هست. ما گفتیم مثلا هالیوود و بالیوود در دیگه کشورها یک منبع بسیار پولساز و عایداتی هست و از طرف دیگه در جامعه در فرهنگ هم بسیار زیاد نقش داره. شما یک سینماگر هستین و او هم یک جوان سینماگر که فیلم‌های موفق تا هنوز داشتین ساختین و یک فیلم موفقی که فیلم وحشتناک بود، یعنی ژانر وحشت بود. وحشتناک در سینمای افغانستان. بله، او را هم شما ساختین. چقدر فکر میکنین سینمای افغانستان این نقش به درستی ایفا کرده در جامعه به خاطر از اینکه فرهنگ سازی بکنن؟ حال خیر است اگر خیلی پول آور نیست. بله، یک چیز خوب همه دوستان میفهمه که همه قسم اگر سینمای افغانستان پسمان است نسبت به سینمای هالیوود و بالیوود، پس 1000 رشته ما پسمان هستیم. درست است یعنی هر رشته‌ای که باشه، چون همه قسم افغانستان نسبت به دیگر کشورها پس رفته هستیم، اما ما کوشش بندگی خودم میکنیم و در نسبت به سابق فیلم‌های سابق که میبینین داستانا، تصویرها، کوالیتی همه چیز تغییر کرده و همچنان حال بعضی از تجارای ما این دلگرده را پیدا کردن که بتونن سر فیلم افغانی پول مصرف کنن، یعنی اسپانسر شون که خوشبختانه فیلم اوزلم اسپانسر هم شده. دیگه جای خوشی است. خدا را شکر که شما راضی هستین از بله گرچه میفهمن که خیلی مشکلات در افغانستان بخصوص برای دختر خانما، اگر ما داریم 30% تشویق کننده، 70% دیگه کسایی را داریم که توهین میکنن یا به نام انتقاد که نام دوم انتقاد ما حسودی ماندیم. حسودی خود پیش میبرن، اما بازم ما مبارزه خود پیش میبریم. آقای حامد میگن افغان فیلم در اواخر خیلی پرکار شده. اصلا به نظر شما چی تغییرات شما خودتان مستفید شدین در اواخر و یا چی اقدام موثر شما در نظر گرفتین؟ خب افغان فیلم کارهایشان اونا قابل قدر است. کارهای هر کس بخشان فرق میکنه، یکی در یک سبک پیش میره، یکی از به یک سبک پیش میره و ما همیشه این سینماگرها کوشش میکنیم که فقط مهم این نیست که در یک فیلم فرهنگ خود به کشورهای همسایه خود معرفی کنیم. پس کلتان منسجم به یک آدرس تعلق ندارین به اصطلاح؟ نه خیر، فرق میکنیم. یکی از مثلا کارهای شخصی پیش میبره، یکی از مثلا کارهای دولتی پیش میبره. و هیچ نوع همکاری با افغان فیلم ندارین؟ مثلا اونا فیلمای شما را چک نمیکنن یا چی بفهم کمک نمیکنن؟ نه کمک خو نه. کمک ما بخش تکنیک از نگاه خود ماست. فقط یک مسئله از این است که پیش از اینکه فیلم افتتاح شود یک بار اطلاعات فرهنگ و مرور میکنه و میبینن که
من همیشه سر می مسائل زیاد بحث هم میکنم. البته سر یک نکتهش بسیار مهم است که بعضی از دوستا برای من نوشته میکنن که مثلا در فیلم وحشتناک نوشته کرده بود که در پالیوزی که خیلی تشویق کردن، گفتن که مثلا یک فیلمایی رو میساختن که پیام آور می بود دیگه. ما جوابشون گفتیم که خیلی از فیلم‌ها ساخته شده که پیام‌های مفید داشته در افغانستان، اما وحشتناک یک چیز جدید است، یک تصویر جدید، یک مسیر جدید در سینمای افغانستان است. و همچنان این فیلم اوزلم که داستانش مثلا سری پیام‌های خاص خود داره. مقصد ما میتونیم که تا یک تمثیل هم براتون کنیم یا نه هم دیالوگاش بگیم که یعنی چی پیام‌های داره، البته دو جمله‌شه. خو این قسم اگر در اطلاعات فرهنگ بریم میگه که درباره ملا چیزی نگوین، درباره دولت چیزی نگوین، یعنی ما را بسته کرده، قید هستیم. پس ما از این طریق تلویزیون شما میگم که همون بینندهایی که که اپا رو میزنن، دوستایی که در کامنت نشون میکنن، یعنی متوجه باشین که ما خیلی قید هستیم. چیزایی که شما میگین ما داستانایش هم داریم، اما نمیتونیم. سینما سانسور میشه و قدر شما آزادی ندارین در این راستا. خیلی به نام آزادی است اما 90% قید هستیم. بله مشکلات و محدودیت یک ذره زیاده روی مقصد من میکنم. اما نباید 1% هم وجود داشته باشه، چون در افغانستان آزادی بیان، حال سینما هم یک نوع از آزادی بیان هست که مردم با هنر ابراز میکنن، نباید این محدودیت حتی 1% هم باشه. بله خب یعنی فقط کشور دیگه. یعنی ما وقتی که هندوستان رفته بودم، بعضی از دوستا وجا بود وقتی که تریلر فیلم وحشتناک نشون دادم، اونا باور نمیکردن، میفهمید افغانستان جور شده یا اینجا اومد اینجور که مثلا نه افغانستان جور شده با یک کامرا جور شده. اونا خب کامرایشون زیاد هم است و کوالیتی کامرایشون هم بسیار بالا است. از ما 5D و اکسترانی است که خیلی خوب است مثلا کوالیتی اینا. بله. فرشته جان میشه شما بگوین در رابطه با فیلم اوزلم ای که از چه مدت زمان شروع کردین فیلم و کارش چه قسم تمام شده یا نه؟ خب فیلم اوزلم تقریبا 7 ماه پیش ما شروع کردیم و هنوز قسمی که پیشتر یادآوری شدیم، فقط در کل فیلم اوزلم تمام شده بود ولی به خاطر بعض مشکلات به تعویق افتاد. فقط منتظر موسیقیش هستیم که بخیر موسیقی به دست ما برسه، فیلم بخیر به زودی نشر میشه. فرشته جان چقدر از مردم کنایه شنیدین به خاطر از اینکه یک دختر فیلم هستین، یک هنرپیشه هستین، مردم چی ها در مورد شما میگن و چی ها براتون آزاردهنده است؟ خب ما وقت تازه وارد دنیای سینما شدم، البته دنیای هنر با خیلی مشکلات و اینی سخنهای مردم خیلی مواجه شدم، ولی خوشبختانه ما هم مشکلات عقب ماندم و من یک قدم جلوتر از همه شدم و تونستم که موفق شدم. ما همیشه گفتیم فرشته جانه، ما پیشتر با یکی از همکارات نصیر جان گفتم در پشتانه که یکی از بعض از دوستا یک چیزایی مثلا در کامنت نوشته میکنه، بخصوص بعض دخترها دختر خانم ما رو بد میگه، بعض بچه‌ها باز ما رو بد میگه. این خب وضعیت دیگه از سعودی است. انتقادی که واقعا مفید است بالای تو دیده، اما بسیاریشون حسودی است، میفهم. بله. و تفاوت بین انتقاد و چی میگن به اصطلاح عقده‌گشایی و کینه‌توزی هم باید بدانیم. در کنار از او تصاویر از فیلم اوزلم آقای احساس و بانو دانشجو را شما میبینین، تریلرشه، تصاویر از این فیلم که امیدوار هستیم زودتر به سینما بیایه و مردم بتونن ببینن. بله قرار بود که دمی 2020 ختم 2020 فیلم ریلیز کنیم، اما بدبختانه یکی کرونا ما را پس ما ساخت و همچنان این بخش موسیقی. آقای حامد، یکی از انتقادایی که به سازنده های فیلم وارد است، میگن بر علاوه از اینکه فیلمنامه ضعیف است و دایرکترشان هم همچنان میگن ضعیف است و بعضی کمیا و کاستیا را داره، به جای از اینکه هنرپیشه باید برش پول پرداخته شود، خود هنرپیشه برای دایرکتر پول میپردازه که فرضاً من قدر پول برات پیشنهاد میکنم و تو بر من این نقش در فیلم بده. شما به نظرتان چی خب اقدامات دارین؟ برای نقطه مهم اشاره کردین، همه قسم است، همه قسم جریان داره، بخصوص در افغانستان همه قسم جریان داره. کسی بچه فیلم میشه، کسی در فیلم نقش بازی میکنن که جیباشان خالی شود. اینجا مصارف باید بکنن. در کشورهای هالیوود و بالیوود هم گرچه همه قسم هست، البته کسایی که نقش اول بازی میکنن. مثلا سلمان خان اگر قرار باشه در فیلم دیگه بازی کنه پول میگیره، چون فیلم از کس دیگه است. وقتی که فیلم از خودش میشه خودش مصرف میکنه. اما نقشای کلیدی و یکی که فیلمش تازه در سینما رو میاره یا بچهای فیلم سرمایه گذاری میکنن، اما کسایی که مثلا در نقش پایان هستن و دیگر مثلا نقشای منفی است یا نقشای پالوی بچه فیلم است، اینیا کس باید بر اونا پول داده شه
نشه نیک گرفته شود. اما دیگه در افغانستان برعکس است گرفت میگیرن. یعنی در نقشه مرکزی باید خود بچه فیلم و یا دختر فیلم پول بپردازن. ما در شروع بله فیلم پدر ظالم ما و فهیم جان مصارفش در دوش داشتیم. البته دختر فیلم نه، دختر فیلم میگیره. دختر فیلم میگیره مقصد. اما خوشبختانه دختر فیلم ما نمیگیره. پیسه دار هستن. نه از ما فیلم فکر کنین یکی است از ما نمیگیره. ما خوشبختانه فیلم پدر ظالم هم که جور کردیم کرشمه جان جعفر، شبنم جان شریفی هم همکاری همراه ما داشتن بدون پول. فیلم مطمئن هستم که یک فیلم عالی است کار کردن و همچنان فرشته جان هم میگه بسیار عالی. و میمونه مسئله ازی که پول میگیرن مقصد این است، یعنی مقصد همه فیلم سازا است مهمی است که قرار باشه یک فیلم خوب جور کنن هیچ مشکل نداره. مثلا بعضی از فیلم سازای ما هستن که فیلمی که جور میکنن حالا چی میگن اما قسم بدگویی نشه چه رقم اما یک مثال داره مقصد که میده یادم نیست که باز قسم کدام گپ زیاده روی نشه که یعنی فیلم از هر نگاه ضعیف است اونمو باعث میشه که همه سینما رو زیر سوال ببره. به خاطر چی بعضی از سایت های معتبر است در صفحه مجازی اونا که هستن فقط پشت همون 4 تا لایک کامنت خود میگردن یک چیزی را که هستن هیچ ارزش ندارن میمونن در اما چینل خود یا در صفحه خود و بالاش نوشته میگن میگه این از هنرپیشه‌های ما که با دیگان تلویزیون کشیدن میگن از ما حمایت کنین. آقا احساس فکر نمیکنین این پول کشیدن نقشا که هنرپیشه راحت هر کسی پول داشت میتونه بر دختر فیلم یا بچه فیلم شوه این زمینه رو فراهم میسازه و هنر رو به اصطلاح به یک نوع تبدیل میکنه به یک منبع درآمد. فکر نمیکنین باید این کار محدود شوه صورت نگیره شاید قسمی کس جرأت هم کده نتونه هر کس رو به عنوان هنرپیشه معرفی کنه؟ خب گپ شما درست است. هم گفتم که پیشتر که اینا در افغانستان اگه او قسم جریان داشته باشن باز اینمی کسایی که مثلا 20 سال است که کار میکنن بازم اونما بچه فیلم است. بله. به خاطر که هر چی که بگن او سرمایه گذاری را نه سر ما میکنن نه سر مثلا یک بچه دیگه هم میکنن که اونمو امو امکانات داره از هر نگاه اندام مثلا از نگاه دیالوگ گفتن دارن اما نمیکنن نمی کارا. به می خاطر ما دمو سبک کیج نمیرم. یعنی جدا میام خودم از جیب خود مصرف میکنم و فیلم جور میکنم و ما امید داشتم که فیلم که جور کنم کسی پیدا شود که بخره یا امور بگوید که اسپانسر این فیلمت ما هستم و دمی امید پیشم میرفتم که یعنی خوشبختانه همه قسم شد فیلم اوزلم اسپانسر شد فروخته شد و در پولیزی که ما آید سر فیلم کردم فایده هم کردم برای ما یک چیز فایده هم با در این صورت ما ضرورت نداریم که از هنرپیشه پول بگیریم. بله. در این ضرورت با ما اینمی کرکترهای کلشون مثلا برنامه رو میبینن میفهمن که من نه پول میگیرم میگم البته بچه‌ها را دوستا رو میگم نه برای من پول بتین نه پول از ما بگیرن یعنی نقش به این نقش بازی کنن. میشه در رابطه با داستان فیلم اوزلم بگوین که چگونه داستانش هست؟ بفرمایید فرشته جان بسیار در نقش خود فرو رفتن. فرشته جان بفرمایید شما. خب من بله خب داستان فیلم اوزلم در کل یک کم پیچیده است ولی پیام‌آور خیلی خوبی است بخصوص با جوانان امروزی ما. یک فیلم دارای یک پیام نمی باشه پیام زیاد می داشته باشه و ای که یک دختر خانمی هست که با مشکلات جامعه امروزی ما با این عمیق قسم پیشتر گفتیم که به نام انتقاد اسودی خود پیش میبرن با مو مردم می جنگه و زندگی خود پیش میبره و حتی حاضر به این میشه که خودکشی کنه اما باز هم وسیله میشه بچه فیلم البته بازم خودم نمیوانم خودکشی بازم مثلا باز دوباره این دیالوگ ها هست که خیلی پیام‌های خاص داره که تو چرا خودکشی میکنی باز میگم اینقدر دیالوگ گفتیم میشه یک قسمت کوتاهش اگر بازی بکنین و از دیالوگای فیلم استفاده بکنین. حتما گرچه او فضا او لوکیشن مطابق با ما بازم ما کوشش خودم میکنیم چون این تئاتر میشه. بله. خب فرشته جان ما گفتم ما به شما گفتم اگه قسم گپ شد فقط اینمی صحنه انتخاب میکنیم چون هر از قبل تمرین کردیم. نه تمرین نکردیم بیشتر دادم موتور ایستادم. بله آهنگی کردیم. سوال کرد گفت چی کنیم ما گفتم اینمی صحنه را. خب این هم بود داستان زندگی من. نمیفهمم که از خودت تشکری کنم یا که همه قسم مردای وحشی حیوان صفت البته یک تعداد همه قسم مردم وحشی حیوان صفت نام مردای واقعی را بد ساختن. ما واقعا متاسف هستم. نخیر شما چرا خودم مقصر میدانید؟ من میفهمم همه مردا یک قسم نیستن قسمی که همه خانم ها یک قسم نیستن. با این گفتم خیلی خوش شدم ثابت ساختیم که روشن فکر هستین بس یک قدر که میفهمین چرا با مشکلات نمی جنگین؟
گیشبان فیلم میبینه. موفق باشین. انشالله ما منتظر هستیم که به خیر به زودی این فیلم به بازار عرضه شود و منتظر دیدنش هستیم. انشالله. بسیار زود خوش آمدین. بازم روز سینما به شما که با سینما سر و کار دارین و مردم منتظر کارهای شما است مبارک باشه. زنده باشین. خوش آمدین. خوش آمدین.